در این زمان گروهی از مهاجران تاجیک در مسکو به رادیو آزادی خبر دادند که برای ثبت نام در خدمات مهاجرت از آنها کفالت، درخواست و تضمین کارفرما طلب شده است. بیش از 60 مهاجر تاجیک که 2 سال اخیر در خوابگاه در مسکو زندگی داشتند گفتند بار اول است که با چنین مشکل دچار میشوند. صاحب خوابگاه به مهاجران گفته است برای ادامه اجاره و ثبت نامشان در خدمات مهاجرت این طلبات را باید رعایت کنند. چنین طلبات تنها نسبت مهاجران تاجیک گذاشته شده است. چرا؟ همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرده است و حالا در استودیو با من است. سلام مومین، میتونی بگویی که مهاجران چی گفتند و این مشکل تنها در مسکو است یا در دیگر منطقه‌های روسیه نیز مشاهده می شود؟ سلام بینندگان عزیز، سلام شهلا. ما تنها از یک گروه 60 نفره مهاجران از مسکو این شکایت رو گرفتیم. در آگاهینامه‌ای که در خوابگاه آنها آویخته شده است دیده می شود که برای مهاجران قرغیز و ازبک 5 طلبات برای در قید مهاجرت گذاشتن ذکر شده است، ولی برای شهروندان تاجیکستان یک بند دیگر علاوه گشته است. پیشتر برای این مهاجران شناسنامه، کارت مهاجرت، پاتنت و رسید یا کیتانسی‌های پرداخت پول پاتنت را پیشنهاد می‌کردند. این طلبات برای مهاجران از قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان به همان شکل مانده است، ولی از مهاجران تاجیک حالا طلب می شود که درخواست کارفرما را داشته باشند که از مقامات می‌خواهند او را رسما به قید مهاجرت بگیرند. در این سند که نسخه آن را ما دسترس کردیم، کارفرما تصدیق می‌کند که مهاجر در واقع می‌خواهد قرارداد کاری بسته کار کند و جای اقامتش فلان نشانی است. کاردهنده همچنین کفالت می‌دهد که شهروند خارجی تمام قانون‌های روسیه را رعایت می‌کند. مومین، مقامات روسیه چی میگویند؟ این تغییر نو در قانونگذاری است یا خودسری بعضی مقامات و یا قاعده‌ای که از قبل وجود داشت و رعایت نمی‌شد؟ ببینید شهلا، مقامات روسیه هنوز این موضوع را شرح ندادند، ولی صاحب خوابگاهی که در آن مهاجران زندگی میکنند تصدیق کرد این طلبات تنها به شهروندان تاجیکستان ربط دارد. معمولا روند ثبت نام مهاجران را در روسیه صاحبان خوابگاه یا صاحبان خانه‌های اجاره انجام میدهند. صاحب خوابگاه گفت که در خدمات مهاجرت گفتند این قاعده نو را همچون چاره احتیاطی پس از حادثه حمله به کراکوس سیتی جاری کردند. در قانون روسیه نیز اشاره هست که کارمندان خدمات مهاجرت برای مطمئن شدن حق دارند که از مهاجران سند برای تصدیق جای کار و اقامت او طلب کنند. پس از حمله به تالار کراکوس در ماه مارس که 12 تاجیک را در آن گمانبر کردند، مقامات روسیه فشار بالای مهاجران تاجیک را افزایش دادند. تشکر همکارم مومین احمدی. صحبت می‌کرد. ضمناً مقامات روسیه میگویند در 5 ماه امسال نگذاشتن مهاجران از امتحان زبان روسی 10 برابر بیشتر شده است. این در حالی است که اکنون امتحان را تنها وزارت کارهای داخلی روسیه و دانشگاه‌ها میگیرند. به همه مؤسسه‌های دیگر تجارتی برگزار کردن چنین امتحان منع کرده شده است.